آی روزگار چه کار کردی با دل ما؟ چرا من باید تو منطقه فقیر نشین زندگی کنم؟ بنی کجایی؟ عباس کجا؟ تو انزایی؟ چی شده؟ چی شده دنیا چرا پیرت کرده؟ آره خوبم داداش شمرمو شیکونده نگاه کن تو عباس. ای بابا یه پول و نداری و ایناست دیگه. آره ببورا نگاه کن دو کف دستامو نگاه کن کف دستامو دیدی؟ ببین صبر ولی یخ زده برات. کف دستای منم هیچی نیست خالی خالی. وای پیر شدیم دیگه. ببین داخل مرکز شهر یه چند نفر دور هم جمع شدن مثل اینکه در مورد پول و این چیزا صحبت میکنن. اومدن خبر بدن که آره بریم سمت اونا. در مورد پول؟ آره بریم. آره بریم. حمله کن بودو. پول بریم اینجا منظورم بودا. بیا اینجا وایسا جبو وایسا. بابا بیا بابا ببین این ناکن اونور ناکن آدم جمع شدن. بابا بیا حرف نزن بابا. یا حسین یا اول آمو نکش. آقا چیه خبر چیه؟ بله داشتم براتون میگم آقای خوش اومدی دوستان. سلام خوش اومدید. سلام هستی صحبت‌های بنده عقیل رو بشنوید. آیا مایل هستی یک شب به میلیاردر شی؟ آره بله از این فخر و فلاکت در بیایم همه ما. آره انشالله. گوش کن دوستان این شما من پیشنهاد میدم این بازی بسیار ساده استش چشم بدون هیچ هزینه‌ای میتوانید میلیاردر شید یک شب. فقط کافیه شماره تلفنتون رو به من بدید من تماس بگیرم باهاتون و شما رو کن بازی ببر. اگرچه مایل هستید شماره تلفن خودتو به من اعلام کنید من شماره‌تون رو بنویسم. میخوای مخ بزنی آجی؟ نه اوکی روال بهتون میدیم. بیا 0912 130 9 802 0912 3 تا 2 4 تا گل. ای زانه براجی به پول داشتیم فردای آن روز. وای چقدر مسمه. اوکی بنی به من زنگ زدن گفتن الان میاد دنبالمون. به تو هم زنگ زدن؟ اول فضلی آره آجی به من زنگ زدن. راستکی بود راست گفتن. آره بابا به من گفتن بیا سر خیابون ما اینجا داشتیم دود می‌کردیم کسی ندید بچه. با گفته بودن این سر خیابان پارک میکنن که کجام پس. بیا منتظر میمونیم. واسه یه ماشین داره از نور میاد. نگاه کن. کو نگاش کن ماشین رو. خودشون چقدر عجیب و غریبن. اوه آجی من میترسم اینا همش شیشاشون دودیه. الو بشینی همینطور بشینی. اوکی بعد کجا ما رو میبره داخل؟ بیا بشین بهت میگم بیا بشین. از اوناست که میگی وایسا بچه بیا پایین. آیا راننده پچت بازی یا حسین آقا من میترسم. آقا حداقل بگید ما رو کجا میبرید؟ من تو به من نمیخواستی پول داشت. آره پول یه پیام دارم برای آقای راننده عزیز. آقا بچه نگاه کن یه برای عزیز بزن آقای راننده. What؟ کجا من؟ چرا اینطوریم؟ مهم نیست. هان اینجا چیه دیگه؟ What the hell؟ این اطراف کجا اومدن؟ اینجا این علامت ها چی میگه؟ بنی کجایی؟ بنی کجایی؟ بنی چقدر این همشون لختن؟ علی آیان چیزی؟ یا ابوالفضل تیر میزنه این همشون بیدار شدن. یا ابوالفضل یا حسین. آقا چیکار کنیم آقا برنامه چه خدا وکیلی من میترسم وای. پایسکو همشونو بلند کن بیا اینجا. اوکی میایم پسر بعد دستامونو ببریم بالا. یا حسین همه سینه زنان اهل بیت الحمدلله. نه شوخی میکنم. سینه نزنید شام نمیدن آقا. همه باشید امروز زیاد جمع شدیم بهتون بگم 2 تا مرحله دارید 2 تا بازی دارید. اگه تونستید 2 بازی جون سالم در ببرید و این بازی رو برنده بشید شما 47 میلیون دلار پول دست پیدا. ولی اگه هم نتونی پیدا کنی عاقبت بدی داره. چیز بهتون نمیگم مسابقات خودتون میبینید. مرحله اول رو الان با هم دیگه میریم انجام میدیم. مرحله دوم هم بعد از اون مسابقه هر کسی تونست از مسابقه اول بیاد بیرون میره مرحله دوم. بعد از مرحله دوم 47 میلیون دلار در انتظار شماست. سوالی از کجا بفهمیم راست میگی؟ ای مردک ما چه بیکار نیستیم شما رو اینجا جمع کنید دور پشتتون رو ببینید بالا سرتون. اون هم چیه مگه اونجا؟ اونه پول
پول علی پول علی پول علی حلال مشکلات علی وایسی چرک کف دست برندشم شام میدم باید سریع بیاد وارد مسابقه شید. دست به جنب بدین دنبال من. بریم آقا بریم اوش تاباش یا از این چرکا. لشکر صاحب زمان بریم یا حسین. آقا نمال واو شت اینجا کجا اومدیم وات اطراف اونجا اینجوریه اون عروسک و اون دوتا اسنایپر زن اون بالا چی میگن آقا داستان چیه گوش کنه اینجا مرحله اوله بود. هر کسی از خط قرمز اون برتر به عروسک برسه به مرحله بعد میاد. مفهوم شد؟ اوکی اینکه کاری نداره آقا بریم با آهنگی که بده میشه براتون شما کارتون رو شروع. بنی کجایی حاجی حاجی وای بیام امیدوارم من نمیرم واسی وایسا یو اول فصل چند نفر تکون خوردن چرا اینا رو نمیزنه یه نفر مرد امیدوارم که وایسا یو اول فصل 3-4 نفر اونجا دوباره تکون خوردن چرا اونا رو نمیزنه وای بیاین یک دو وایسا او یارو دختره با دختر رو زد دیدی گفتن دختر حرکت کرد زمینی دوباره روشو برگردون یا حضرت اکتر امام زاده ها طرف مرد از اون پشت حاجی یکی بغل من مرد آره من کسولت خیلی سن عقبی دارم. بنی اوه این اسنایپر لعنتی اوه من میترسم خیلی علی کمک کن من نمیتونم بیا من واسط وای میسم بیا من حرکت نمیکنم بیا سری یا حسین الان کیا میمیرن اینجا اوه شیت اوه شیت وای یکی بغلم مرد بیا یا حسین وایسا اوکی بریم دوباره وای بابا این چه سری روشو برمیگردونه بچه الان بیش از 2/3 بچه مردن شهید شدن در راه اسلام در راه پول این بغل من زنده است تکون خورد وای بیا ببین من یه ذره با خط قرمز فاصله دارم تا راند دوم برم با اوه قشنگ پوستر من خوردش یه ذره دیگه میخوام با سلام از اونم تکون خودی داره تکون داره میخوره اونجا پاش داره تکون میخوره اسنایپر ها کوکن کورن اوی اوکی روشو برگردون یس واقعا تونستم برنده شم ببینی که بقیه پلیرها چیکار میکنن نمیدونم یارو مرده فکر کنم واسه باگ خورده بنی بیا بچا اون یارو هنوز بیا عروسک نه دوباره زنده شد بیا بنی بیا یس اوه تونستیم یس اوه ببخش هان این چه مرحله دیگه وات این چه پل این چی داستان چیه اینجا مرحله آخر و پول ارتباطی شما به 47 میلیون دلار پول نقد. هر کسی از این سالم باید بتونه برسه به اون استگاه بعدی پول دریافت کنه. یا خب معلومه داستان چیه یعنی تو هر موقعی ما میتونیم بپریم حاجی کمک کن منو با خودتون آقا یکی بانی بشه بره جلو یا حسینا شاید تیر دارم میزنم من میترسم من گلم درد میکنه یوه کار کداجی اینجا نمیافتم پایین اون افتاد پایین دیدید علی این ور نرو این ور شیشه است اون درست رفتش سب کن ببینم بسم الله الرحمن الرحیم اونه که جلوی منه برو جلو بابا برو جلو اوه طرف افتاد پایین اون یکی سب کن آقا من برم یا اول فصل اوه بچه تونستم برم آجی اینا خیلی سخته وای نپر دیگه نمیتونیم بیشتر بریم یکی بعد بپره هولش بده علی بپر دیگه هولش بده آقا
خب بچه ها من الان تا اینجا اومدم تونستم که بیام، فقط نمیدونم که پرش بعدی و کجا باید بپرن. آقا یکی دوباره قربانی بشه. بپر آجی. یا حسین قهار بپر. محمد و آل ما باری کلا همین رو میخوایم. اینم افتاد دوباره. خب بچه همونطور میبینه یکی اونجا تونسته مسیر رو بره. خب تو اول برو، تو اول بپر. بپر. اوه تونست بره. حالا نوبت منه. آقا یه ذره با جلوتر. اوه بنی تو چطور تونستی بری اون جلو؟ با توکل به خدای بازی افتاد. ببین فقط یه دونه بلاک داری، یا یه بلاک رو رد بکنی تونستی. برو بنی. برو. نه این بره این بره اما تو برو هولت میدم. نری هولت میدم. برو موسفید نری برو. هولت میده. خودت میری. برو با من بحث نکن. برو دقیقاً بپر روی. برو اونور مسیر برم. برو اونور. برو بنی خودت برو. بنی برو. بیا او طرف تو برو چلا علی بنی برام تو حالا برو. تو علی برو برام. بنی حالا. یا حسین. برو کلا حسین. من تونستم برم. وای خدایا. والا یس کلا علی باری کلا تبریک میگم علی تبریک میگم. نزن لام است بابا. یس پسر ما تونستیم بریم. به نظرم بیا این موسفیده رو بکشیم پلیر کم شه. آره بریم بزنش. برو پایین. خود برو پایین. برو پایین دیگه. بپر پایین. نره. آی بنی تو هم پایین. واسه این الان بنی مردش. پس من برنده شدم. چون حق گرفتم. او چرا منو پرت کردی؟ نرو. چی؟ بچه سرت این چی شد؟ وات؟ بیایم گفتم فکر کنم باید بریم سمت دستگاه ATM و اینا. من پولمو اینجا ریختم. بذار ببینم. دودیاهاش بچه چرا حرف داخل حساب بانکیم ریختن. ای والا آقا من بازی اسکات گیم تونستم برنده شدم. ایزی پیر لیمیت ایزی. و اینکه ای والا سراتین دم سرور رول پلی بزرگ فونیکس آر پی گیم که همچین ایونتی واسمون برگزار کردن. اگه دوست دارید همچین ایونتی برید و همچین رول پلی خفن بازی کنید به سرورشون سر بزنید. لینک دیسکورد از داستان داخل دیسکریپشن هستش واسه این سرور. اگه جدید هستی حتما چنل سابسکرایب کنید، یه دونه نوتیفیکیشن آن بکنید و تا ویدیو بعدی تو سرتون برسه.